کل هفته منتظر جمعه بودم که باشم برم کوه و دیروز به آگهی استخدام پیام دادم و گفت فردا ساعت 10 بلند شو بیا برای مصاحبه. شاید بگین خب یه روز دیگه میرفتی کوه، ولی من به خودم قول داده بودم و قولایی که به خودم میدم خیلی مهمه. کارتمو جا گذاشته بودم. شیرموز نداریم. بابام به این لباسا میگه لباس تو خونه ای، ولی من بیرون باهاشون راحت ترم تا تو خونه. اینجا پلوم شده. تا بالای کوه پله هست، ولی ما نیومدیم پله نبردیم، اومدیم کوه ببردیم. از اونجا تا اینجا رو اومدم و 4 ساله که اینجوری کوه نیومدم. 4 سال پیش که اومدم 52 کیلو بودم، الان 72 کیلو دارم میمیرم. از اون جایی که فقط 2 ساعت وقت داشتم که برم خونه دوش بگیرم، لباس عوض کنم و به کار بعدی برسم، پس تصمیم گرفتم که برگردم و چقدر دل کندن از این سکوت و آرامش سخته. بیشتر از چیزی که فکر میکردم طول کشید تا برسم خونه، واسه همینم با اسنپ رفتم سر محل قرار. یه کار تدوین ویدیو برای یوتیوب بود که فهمیدم واسه کار کردم برای دیگران زیادی نوبم. پس فعلا واسه خودم پیش میرم تا ببینم به کجا میرسم. من تقریبا تمام زندگیم از شکست خوردن ترسیدم و همین باعث میشد آدم عملگرایی نباشم، ولی دیگه بس ترسیدن، چون هر شکست یک تجربه تازه است و کسب تجربه برای من خود موفقیته.